این کارو تو رو خدا از فردا صبح انجامش بدید. ما دونه دونه به مشتریامون زنگ زدیم، کتابا نوشته، من فقط اجراش کردم. من مجری خوبی ام تو انجام دادن تکنیک. اومدم زنگ زدم به دونه دونه مشتریام که آقا دمت گرم، خوبی، حالت چطوره، چیکار می‌کنی، حالا ما ارتباطامون هم مثلا مقدار صمیمی‌تره، چه خبر، کجایی، کجا نیستی، اوکی مرسی. با دیالوگ خودتون یه سوال بپرسم ازت، مثلا میگه چی، حالا یکی دمت گرم داره، دمت گرمی میگم، یکی نمیدونم قربونت برم، یکی ارادت داره، ارادتی. با دیالوگ خودشون بهش میگم که ببین یه سوال، این همه بیمه چی شد از من گرفتی؟ من اومدم اینجا نزدیک بودی، خب دیگه خدماتت باحال بود، بچه‌ها خوب برخورد کردن دیگه. منم عدل اینها که داره خدمات انجام میشود، قریب به اتفاق با نوع احترام ما، با نوع خدمات بچه‌ها، با نوع عزتی که بچه‌های تیم دارن بهش میدن، گفتم بچه‌ها ما یه نقطه قوتی اینجا داریم که آدم‌هایی که میان تو سیستم ما حالشون با رفتار ما خوبه. گفت چیکار کنیم؟ گفتم میرسونیمش رو هزار. چه جوری؟ لباس فرم طراحی کردی، بج سینه طراحی کردی، بچه‌ها تا مشتری میاد تو یه دست همه بلند میشدن، سلام حالتون چطوره، دوباره میشستن. ما فروشمون توی این سیستم مثلا کشید بالا، آدم‌ها از این قسمت ما خوششون. من پرسیدم، از خودتون پرسیدم، نقطه قوتتون برای مشتریاتون رو پیدا بکن. بگردید این نقطه قوتتون کجاست، مشتریات چرا ازتون میخرن.